اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، باز در روز جمعه مبارک با هم در برنامه آستانه هستیم. امروز با هم آیدی دو زهر زبان و یا خود دو درده که تمام رابطه های ما را با دوستان و حتی با خویش و تبار قطع میکند صحبت میکنیم. آن هم یکی طعنه، دیگری عیب جویی. چطوری که میدانیم اساس عیب‌های انسان و یا اساس گناه‌هایی که از انسان صادر می‌شود این از زبانش میباشد. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و هل یکب الناس فی النار علی وجوههم او علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. و آیا انسانها با چهره خود خزیده یا با بینی خود خزیده به جهنم داخل نمی شوند مگر بر آن اساس عملهایی که زبانهایشان انجام داد. یعنی در آمدن شما به جهنم و یا افتیدن شما به داخل جهنم اول شده سببی آن محصولات های زبانی شما می باشد. برای همین هم اکثریت عملها و یا گناه ها و این چونین آزردن دیگران و ویران کردن رابطه ها با خویش و تبار و با عزیزان این خودی زبان می باشد که البته با یک کلمه کفر، یعنی با یک صادر کردن یک کلمه انسان از دینش خارج می شود و با صادر کردن یک کلمه عزیزی که سالها با او صله رحم داشت و یا رابطه دوستی داشت با خود دشمن می گرداند. و یکی از این بیماری ها و یا یکی از این درد و خودی مشاکل زبان این طعنه کردن در حق دیگران می باشد. متاسفانه نمیدانم شاید به من چنین می نماید در تاجیکستان ما و علل خصوص در خودی جنگ و جنجال های عائلوی و یا فردی که می شود از همه زیاد چیزی که به زبان می آید این طعنه کردنی نفری مقابل می باشد. و این چنین حتی بعضی از شوخی ها، بعضی از صحبت هایی که دوستان با هم دارند در داخلش مثل شوخی ولیکن در اصل طعنه میکنند و دیگری را آبرویش را میبرند. و البته طعنه کردن میشود با ذکر کردن عیبهای خود همان نفر که گذشته او را به یاد می آوریم و خنده میکنیم و یا در اصل در جنگ و جنجال گذشته او را میگوییم و طعنه میکنیم و یا اینکه گذشته پدر و مادرش را و یا گذشته یگان خویش و تبار او را گفته بر روی او طعنه میزنیم. و خیلی زیاد نفرانی هستند که میگویند در دنیا همه چیز را میتوانم تحمل کنم بجز طعنه را، زیرا گاهی به من چنان طعنه میزنند درباره مادرم، درباره پدرم، درباره حتی خاله و تقا و بابا و بیبیم، در حالی که من به آنها هیچ رابطه ندارم. زندگی من مستقلانه است، زندگی آنها مستقلانه است و وقتی به من آید نفران طعنه میزنند که من هیچ حول و قوت برای تغییر دادن آنها ندارم، این خیلی غیر منصفانه می باشد. و بعضی ها میگویند همین که از گذشته من کسی به من طعنه زد این بدترین خنجری هست که بر قلب من زده است، زیرا تمام غمهای مرا یا اشتباهایی که زمانی کرده بودم و اصلاح شدم به یاد من می اندازد. برای همین خودی کلمه طعن هم طعن میگن در زبان عربی ببخشید زدن به کارد را طعن میگویند. طعن تو فلانن یعنی فلانی را با کارد یا خنجر زدم. معنای طعنه هم با زخمی زبان یا گفتیم با زهر زبان کسی را کشتن است یا با کسی خنجر زدن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک چند حدیث خود گفتند که لیس المؤمن بالطعن، هرگز مؤمن طعنه کننده نیست. و آیتی که در سوره همزه هست ویل لکل همزه لمزه، عبدالله ابن عباس در تفسیرش میگویند همزه نفری که دیگران را طعنه میکند
و لومزه نفری که عیبجویی دیگران رو میکند، همیشه با عیب دیگران مشغول است که درباره‌اش کمی بعد صحبت میکنیم. و اینجا وقتی میگویم طعنه کردن، البته که مقصد از طعنه کردن بردن آبروی یک نفر است و اساسا این خصلت یعنی طعنه چی شدن یا طعنه کننده بودن خصلتی نفران بزدل هست، نفرانی که در صحبت روی به روی و یا در صحبت های عادی با کلام عادی نمی توانند با شما صحبت کنند یا با شما یگان در مشکلی اگر باشند یا گفتیم در سخنهای باشند که بین هم یگان نیزا داشته باشد، وقتی نیزا رو نمیتوانند با صحبت عادی به ختم رسانند یا غلبه کنند، دیگر به طعنه کردن شروع میکنند. و بعضی ها هستند که قوه بازو ندارند و نمیتوانند تن به تن با نفر در یگان مسئله جدال داشته باشند و یک بار با طعنه کردن آن نفر در خواهرش و در برادرش و در حتی نفرانی که این نفر با او هیچ رابطه ندارد شروع میکنند. برای همین هم اولا شخصی طعنه کننده یک بزدل هست که برای خود طعنه را سلاح میداند و با همین سلاح، چگونه که گفته معنای طعن که خودش شمشیر زدن و نیزه زدن و کار زدن هست، شما را میزند. برای همین هرگز گمان نکنند که نفرانی که در طعنه کردن زبان چند متری دارند آنها دیگر زور هستند یا جسور هستند و قوی هستند. و چیز دیگر خودی درباره گفتیم طعنه کردن، عجیبش این است که در خود منازعه یا گفت بعضی جنجال های عائلوی که بین زن و شوهر می شود، زیاده از زنها نیز شوهر خود را طعنه می زنند. اول شده طعنه به گذشته شوهر خود که تو در زمانش این بودی آن بودی الان اصلاح شدی، یا تو پدرت چونین بود، یا برادرت را ببین چی حال دارد، یا خواهرت را ببین. در حالی که این مرد بیچاره اولا که هرچی گذشته بود گذشت و چگونه که میدانیم هیچ انسان بی خطا نمی شود و حتی از خود صالحین و از خود بعضی از پیامبران هم بعضی گناه های کوچک، گناه های بزرگ نه، گناه های کوچک صادر شده بود. و چیزی دیگر، این مرد که با گذشته پدرش و مادرش و برادرش و دیگر خویش و تبارش چه رابطه دارد؟ این بیچاره در زندگی خودش هست و هیچ رابطه به گناهی که نفرانی که اعضای عائله او هستند ندارد. و چیز دیگر، بعضی از مردها هم عجیبش با نام مرد وقتی با همسر خود در در جنگ و تلاش می شوند و یا حتی در صحبت های عادی وقتی می خواهند به عصبی همسر خود برسند، اول شده تو اول خودت کی بودی، یا فلانی برادرت کی است، یا یکی به عائلت نگاه کن، یا یکی به تقویت نگاه کن. عجیبش انسان به تقویش چه رابطه دارد؟ او صله رحم است اما زندگیش کاملا جدا است، زندگی او هم کاملا جدا است. اینجا میگوید به فلانی ببین و به فلانی. با همین دیگر زن هم از این طرف طعنه میکند، مرد هم دیگر رفته رفته بدش نام و به طلاق و حتی به بدبینی ها تبدیل می شود. برای همین هم با یک طعنه کردن رابطه های چندین ساله را ما می توانیم نابود کنیم. با یک طعنه کردن به یک نفر خاطر رسان میکنیم که ما چقدر انسانی پست و غلیظ هستیم که عیب‌های تو و عائلت را در قلبمان پنهان کردیم تا در این روز مبادا آن را آشکار سازیم و کل رابطه ها را شاید یک طعنه نابود سازد. و بین دوستان هم دوستانی هستند که یعنی دو برادر با برادر یا دو خواهر با خواهر در وقتی کمی مشکلی شدن طعنه میکنن از گذشته، از شوهر. بعضی خواهرها شوهر تو گویان طعنه میزنن در حالی که این خواهر بیچاره با آن شوهرش هیچ رابطه اصلاح کننده ندارد. گاهی می شود که در اصل شما یا یک نفر با یک نفر در خطاگی‌هایش، در عیب‌هایش همکاری میکند یا او را طرفداری میکند. اینجا می شود گفت که تو هم در عیب او شریک هستی، تو هم در کمبودی‌های او شریک هستی. اما یک نفر که هیچ کمبودی در کمبودی او شریک نیست، نمی شود او را طعنه زد. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه.
ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. هرگز میگویند ایمان شما مستقیم نمی شود یا ایمان شما مستحکم نمی شود تا زمانی که قلب شما مستحکم شود و راست شود، و هرگز قلب شما مستحکم نمی شود تا زمانی که زبان شما مستحکم نشود. مادامی که طعنه‌جو هستید، بدگو هستید، با زبان خود دیگران را می آزارید، هرگز نگویید که قلب من صاف و پاک است، هرچی در قلب من است دیگر هست و هرچی در زبان من است دیگر است. برای همین بعضی ها میگویند من هرچی است در زبانم میگویم، در قلب خیلی یک قلب صاف مثل آینه دارم، در حالی که اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نه، مادامی که شما زبانی بد دارید، زبانی چرکین دارید و هرچی از آن صادر میکنید، بدانید که قلب پاک هم ندارید. و عجیبش این است که مادامی که از ایمان صحبت میکنید ولیکن زبانتان ویران است، یا با زبان دیگران رو عیبجویی و طعنه میکنید، دیگران رو بدگویی و سب و حقارت میکنید، بدانید که ایمان کامل هم ندارید. و این سه چیز رو با هم پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مرتبط کردن که داشتن ایمان و قلب سلیم و زبان سلیم اینها باید با هم باشند تا اینکه یک انسان را بگوییم انسانی مستقیم است. و چگونه که گفتیم اساس طعنه یعنی مقصد از طعنه کردن این بردن آبروی یک نفر است. یعنی کسی که یک نفر رو طعنه میکند، خواه در جنگ و جنجال، خواه در وقت شوخی، خواه در وقت صحبت های عادی که شما همین خیل هستید یا فلان خیشتان چونین است یا چنان بودید، و فکر شما عزیزان چی میخواهید؟ یعنی مقصد از طعنه کردن من یکی رو چی است؟ آیا میخواهم او رو خرسندش کنم؟ آیا میخواهم او از آنچه که در قلب من پنهان است با خبر شود؟ نه، البته که این بردن آبروی اون نفر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع گفته بودند که بدانید که این دماؤکم و اعراضکم، و اینجا ببینید دماء اول خون آمد بعد از این آبرو، اینجا هم خون شما و هم خودی آبروی شما برای شمایان و اموالکم و اموال شما برای شما حرام است. معنای حرام است این است که هرگز یکی رو خونش رو ناحق نریزید، آبروی یکی رو نبرید، مال یکی رو نخورید. و حدیث خودش متفقون علیه است. و برابری دیما که جان گفتیم، جان شما یا گفتیم خون شما، اینجا آبرو رو آوردن. و بعضی از علما میگویند وقتی که آبروی مرا بردی بدون که جان مرا هم گرفتی، یعنی حیات مرا هم بردی، برای آنکه انسان زندگی میکند تا اینکه آبروی حیثیت خودش، احترام خودش را همیشه نگاه دارد. نفرانی که میگویند من هرگز هرچی خواستم میکنم، هر کار خواستم میکنم، برای من حیثیت و دیگر جاه و آبرو یا احترام و عزت چیزی ندارد، دیگر از حیوان فرق ندارند. انسان باید عزتی یا کرامت انسانگریش را داشته باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این سه چیز را گفته میگویند هم جانتان را و هم آبروی همدیگر را و هم مال همدیگر را حرام بدانید، یعنی نباید آن را زیر پا کنید. و البته که نفرانی که طعنه میکنند و کسی را چگونه که گفتیم خواه آن طعنه به شوهر باشد خواه به زن باشد، برای آنکه مشکلی، چرا زن و شوهر را ذکر میکنیم؟ مشکلی در آن است که در جامعه ما بسیاری ها گمان میکنند که کارهایی که در بین زن و شوهر می شود اون در حد اجازه شده است و با دیگران نه. برای همین مردی را پیدا میکنید که همسر خود را همه دشنام و همه طعنه را میکند، دیگران را نه، گویا که برای همسر این کار اجازت باشد. یا زنی را پیدا میکنید که در حق خوشدامن و در حق خویش و تبار شوهرش همه گپ را میگوید، اما در حق دیگران نه، گویا که وحی آمد که در حق خویش و تبار شوهر هرچی گفتی برای تو گناه نوشته نمی شود. این آبروبری یعنی طعنه کردن که این رو به یگان چون چرا می توانیم بگوییم آبروی یک نفر رو بردن است، پیش از همه گناه کبیره است. دیگر این است که
از ریبا خوردن و یا پرسنت خوردن هم گناهش بدتر می باشد. و درباره خود پرسنت خوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول حدیث میگویند که کسی که یعنی پسترین ریباخوری یا پرسنت خوری که کردید گناهش برابر این است که یک مرد گویا با محرم خود و در روایت دیگر با مادر خود به گناه کبیره رفته است. و دوامش میگویند این من اربع الربا الاستطاله فی ارض المسلم بغیر حق. از همه بدترین ریبا یعنی پایانترین ریبا اگر گناه کبیره کردن یا زنا کردن با محرم خود باشد، بالاترین ریبا این آبروی یک نفر مسلمان را بدون حق بردن است یا یک نفر رو آبرویش رو پایمال کردن است که البته اول شده در طعنه کردن می شود که طعنه کردن خودش رو چگونه که گفتیم بعضی ها گمان میکنن این یک شوخی عادی است، این در یک وقتی صحبت کردن بود و من گفتم و عجیبش آنها طعنه کننده ها در چهره شما میگویند، یعنی روبرویتان می نشینند و از گذشته اتان یا از آن عیب هایی که هست یا اینکه از خش و تبار از نسب شما، از پدر و مادر و از خشهای دیگر شما صحبت میکنند. و اینجا حدیث دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اثنتان فی الناس هما بهم کفر الطعن فی الانساب و النیاحة علی المیت. این دو گناه هست که در انسان ها بودن آن کفر است. معنیش این نیست که این گناه در کسی که باشد آن انسان کفر است، نه، یعنی این دو گناه که خود گناه با کفر میبرد انسان یا گناهش خیلی گناه بدترین است در انسان ها پیدا شود، بدانید که از شاخه از کفر یا گناهی که انسان را به کفر میبرد در این انسان ها وجود دارد. یکی الطعن فی الانساب، انسان ها را با نسبشان طعنه کردن. نسب گفته هر کسی که فامیل هستند یعنی اهل عائله شما هستند و در شرح حدیث دو چیز رو میارند. یکمش میگویند یک نفر را پدرت فلان بود، مادرت فلان بود، خش و تبارت گویان عیبهای خش و تبار یک نفر رو طعنه زنان به چهرهش میگویی، علل خصوص پدر و مادر و دیگر بابا و بیبی و هر کسی که فامیل آن یا اهل عائله آن باشد. دوم یک نفر رو میگویی تو از عائله فلانی نیستی و گویا که به زنا متهمش میکنی. و البته نیحة علی المیت، داد و فغان کنان، چرا رفتی و کاش نمی رفتی به جای تو من میمردم بهتر بود گویان در بالای میت گریه کردن میباشد که این دو گناه رو میگویند از گناه های کبیره و حتی از کفر است. و اینجا بعضی از روایات های دیگر هم آمده است درباره طعنه کردن که اول بیایید اکنون برمیگردیم به خود عیبجویی و بعد که درباره عیبجویی صحبت کردیم اگر باز وقتمون باقی ماند برمیگردیم به بعضی از روایات هایی که درباره طعنه کردن بود. و اینجا عزیزان درباره خود طعنه کردن وقتی که صحبت کردیم، البته که در وقتی صحبت کردن یا علل خصوص خیلی که گفتیم گاهی در وقت شوخی می شود طعنه، یعنی شوخی کنان یک نفر رو با کل اولادش و خش و تبارش طعنه زده میمونیم که البته انسان در وقت شوخی اگر خودم رو کنترل میکنم گوید میتواند که به این چیز راه ندهد. دوم در وقت عصبانیت شدن که هر نفری که عصبانی می شود و علل خصوص با یک نفر در وقت جنگ و جنجال شدن از طعنه صحبت میکند، اولا باید چگونه که گفتیم بدانیم که این یک راهی ترسانچکان است که با طعنه کردن میخواهند غلبه کنند. وقتی موضوع دیگر هست و انسان با طعنه میخواهد صحبت را هر طرف برد، الکی باید بدانیم که او ترسید، او دیگر نمیتواند با ما صحبت را دوام دهد، چون چاره بجز سلاح طعنه را به دست گرفتن و با آن زبانش به ما طعن زدن یعنی خنجر زدن چیز دیگری را پیدا نکرد. و بهترش این است که صحبت به آخر رسد با این گونه انسان ها، یا اینکه نترسیده میتوان بگفت که اگر طعنه میکنی هزار و یک طعنه دیگر در ما هم هست، ولیکن این مردانگی ما یا مروعت ما یا خود اخلاق من به من اجازه نمیدهد که به تو مثل تو
طعنه زنم. و لیکن اگر تا جای رسید که دیگر آن طرف تمام مرزها رو عبور کرد و همه چیز رو گفت، در اینجا میتوان بعضی از طعنه ها رو و جزاء سیئت سیئت مثلها به او هم گفت تا اینکه او بس کند. ولی بهترینش این است که این گونه صحبت ها را ترک کنیم. و زهر دیگری زبان یا گفتیم سلاح دیگری بعضی از نفران ترسو این عیبجویی می باشد. عیبجویی که دربارش اگر شاید صحبت کنیم خیلی خیلی زیاد احادیث و آیت ها آید و پیش از همه چگونه که گفتیم ویل لکل همزه لمزه، لمزه همینجا به معنای عیبجو آمده است، یعنی وای بر حال تمام نفرانی که مردم را طعنه میکنند و این چونین عیبجوی دیگران هستند. و معنای عیبجویی چی است؟ بعضیا گمان میکنن وقتی گفتیم عیبجویی گناه هست، لومزه بودن گناه هست، یگان نفر را عیبش را به چهره اش نباید گفت و هرچی او عیب داشته باشد هم شما باید ساکت باشید و دهان وا نکنید. ولی اینجا مسئله تماما تغییر مییابد. برای همین هر مسئله که میخوانیم باید ببخشید میخوایم دربارش اطلاع یابیم، باید مفصلا از همه جهت‌هایش نگاه کنیم. درباره خودی عیبجویی انسان‌هایی هستند که فرزند ما هستند، همسر ما هستند، دوست نزدیک ما هستند، برادر و خواهر ما هستند. عیب‌های دارند که اگر اصلاح نکنیم آنها را به هلاکت میرساند. برای پدر و مادر مثلا واجب است یا فرض است که فرزندی که عیب دارد اصلاحش کند، با هر راهی و هر فرزند به خاراکتر یا طبیعت خود نگاه کرده راه حلش را دارد و بین زن و شوهر هم راههایش هست و این چونین بین دوستان هم. لیکن عیب دوستی خود را یا یک نفر دیگر را اصلاح کردن این نیست که در نزد مردم او را رسوا سازیم یا اینکه به چهره اش نگاه کرده چنان عیب او را به او گوییم که او در نزد ما احساس شرمندگی کند، یعنی آبروی او را ببریم. عیب یک نفر را گفتن چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مؤمن و مرآت المؤمن، مسلمان آینه مسلمان است. وقتی شما در آینه میبینید آینه دست دراز کرده شما را نمیزند، آینه شما را تمسخر نمی کند. هر عیبی که در آینه دیدید انسان قبول میکند. بیچون و چرا؟ برای آنکه طرز عیب را نشان میدهد که به قلب ما نمیزند. و مؤمن هم مثل آینه مسخره نکرده، طعنه نکرده یا گفتیم یک نفر را آبرویش را نبرده، عیب او را به او نشان دهد و عیب رو البته که در تنهایی اگر غرض از عیب یک نفر رو ذکر کردن اصلاح آن نفر باشد در تنهایی او رو نصیحت میکنه. برای همین هم اینجا بسیاری از علما میگویند وقتی در تنهایی کسی را نصیحت کردید در حقیقت شما با او دوستی دارید یا خیر او را خواستید، اما وقتی یک نفر را در بین مردم نصیحت کردید و جز آبروی او را بردن کار دیگری رو انجام ندادید. پس وقتی میگویم عیب جویی، البته عیب بعضی از نفران را حتی اگر شک و شبهه دارد، مثلا شوهر شک و شبهه دارد که همسرش به بعضی کارهای غیر مشروع مشغول است، باید عیب جویی کند و او را اصلاحش کند. یا زن هم وقتی فهمید که شوهرش به بعضی کارهای گناه دست زده ایستاده است، اینجا حتی جاسوسی هم گفته میتوانیم، عیب جویی هم گفته میتوانیم، پیدا کند و اصلاحش کند. اما اصلاح چگونه ای که گفتیم شکل دارد، سرعتی دارد که آن نفر از این خفه نشده بلکه آن را قبول میکند و اصلاح میشود. یا دوست خود یا خویش و تبار خود با طرزی که آن نفر همان را میپذیرد و از این کار هرگز در نزد مردم شرمنده نمیشود، اگرچه در روبروی شما کمی سرخ شد یا احساس خجالتی کرد. لیکن عیبجویی اینجا چی است؟ عیبجویی اینجا چیزی هست که بعض مردم گویا در چشم عینکی بدبینی دارند، در مردم هیچ چیزی نیکی رو دیده نمیتوانند. هر چی خوبی کردید هم یک راه کتی یا با یک راه یک عیب شما رو مییابند، میگویند و از آن خیلی حلاوت هم میبرند. و این چونین نفرانی هستند که وقتی شنیدن که یک نفر به درجه رسید و یا صاحب آبروی شد یا چیزی دیگر شد، اول شده کاری میکردگیشون این نفر رو باید عیبش رو ما پیدا کنیم، چگونه این نفر صاحب آبرو شده است و بیاید عیب این رو ما پیدا کنیم. و
تمام گویی و حسنات های یک نفر، خوبی های یک نفر را با یک دانه پیدا کردن عیب او از بین میبرند. و اینجا مشکلی در آن است که اساسی نفرانی که مشغول عیبجویی دیگران هستند و هر مجلسی که نشستند آنها از خیر چیز ذکر نمی کنند، از عیب دیگران میگویند. چگونه که گفتم در چشمشان عینک بدبینی هست، فقط بدی های دیگران را میبینند. هر مجلس رفتن از عیب کسی صحبت میکنند، با نفر نشستن از عیب کسی صحبت میکنند و همیشه در زبان آنها عیب مردم است و اساساً نه از عیب خود، نه از عیب عزیزان خود، فرزند خود یا همسر خود یا نفر دیگری که مسئولیت آن را دارند، هرگز به زبان چیزی نمی آورند. یعنی مشغول عیب دیگران می باشند که انا اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یبصر احدکم القذى فی عین اخیه و ینسى الجزع فی عینه. یکی از شما یک غبار کوچکی که با میکروسکوپ هم گفتیم خیلی به مشکلی دیده می شود، در چشم برادرش می بیند، ولی یک چوب دست و یا یک چوب بزرگ را در چشم خودش نمی بیند. معنای حدیث این است که شمایان کوچکترین عیب دیگران را پیدا کرده دیده می توانید، اما بزرگترین عیب خود را دیده نمی توانید. و بعضی ها این سخن را به خود حضرت علی می برند و می گویند که گویندهش حضرت علی هستند که می گویند وقتی دیدید که مردم عیب خودشان را کنار گذاشتند و با عیب شما یا دیگران مشغول شدند، بدانید که هلاکت به سر آنها آمد. یعنی امت یا مردمی که با عیب دیگران مشغول شدند و دیگر شغل خود را عیب دیگران کردند، به سر آنها هلاکت آمده میرسد. و اینجا نفرانی که چگونه که گفتیم با عیب دیگران اساسا مشغول هستند، پیش از همه بدترین مصیبت بالای خودشان می آید، برای آنکه هیچ نفری نمیخواهد با شخص عیبجو دوستی داشته باشد و یا با نفری عیبجو همنشین باشد. برای همین حتی بعضی از شوهرها، عجیبش بعضی از مردها میگویند من با همسرم در خانه نشسته نمیتوانم، همین که نشستم یک مشکلی را یا یک عیبی مرا خواه از گذشتم خواه از حاضره ام پیدا میکند و جنجال را سر میکند. و یا بعضی زنها میگویند دیگر من طاقت ندارم که با شوهر خود نشینم، برای آنکه همین که نشستیم در یگان چیز، در یگان کار حتما عیب رو او آشکار میکند یا عیب رو پیدا میکند و دیگر غرغر کردن رو شروع میکند. و این عیب دیگران رو پیدا کردن و از پی عیب دیگران شدن هم خودش یک هلاکت است و این چنین خودش یک مصیبت و یک درد هست که وقتی انسان به این درد گرفتار شد دیگر هرگز خودش را اصلاح کرده نمیتواند. برای همین بعضی از علما میگویند همون زمانی که از پی عیب دیگران شدید که خود گویندش رو ابن سیرین هم میگویند بدانید که به خودتان برمیگردد. و ابن سیرین میگویند من نفری رو او خسران شده یا خسارت شده هرگز در پول و چیزهایش برکت ندارد گویان طعنه کردم، دیر نگذشت و خودم هم به حالت او واخوردم. و کسی را وقتی در عیبش پیدا کردید و عیب جویی کردید، حتما آن بلا بالای سر شما می آید که در این باره حتی در ما حدیث است در ابو داود اگر خطا نکنم که در ابو داود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته و من يتبع الله عورته يفضحه في بیته. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ای آنهایی که با زبان خود ایمان آورده اید و قلب شما هرگز ایمان را ندیده است، مسلمان ها را غیبت نکنید، یعنی در نبودنشان آن چیزی که آنها بد میبینند آن را نگویید و این چنین هرگز از پی عیبهای آنها نشوید. و بدانید که هر کسی که
از پی عیب مسلمان ها است، الله عیب آنها را دنبال می کند و هر کسی را که الله عیب او را دنبال کرد بدانید که شرمنده می شود اگرچه در درون خانه خودش باشد. یعنی عیب دیگران را کفت و کول کردن، هر یک سخن یک نفر رو کنی بینیم در این جمله اش چی خطاگی گراماتیکی دارد یا خود چی خطاگی نطقی دارد، چیز دیگر گویان گوش کردن یا زندگی یک نفر را، یک نفری که البته مشهور است با عزت و با اهل فضل بودن، نفرانی که در گناه مجهر هستند، یعنی گناه خود را آشکار میکنند و از کسی حیا ندارند و در همه جا از بد اخلاقی خود میفخرند، آنها نه غیبت دارند نه عیبجویی دارند، درباره عیب آنها صحبت کردن هیچ مشکلی ندارد. برای همین نفرانی که اهل عیب و اهل مثلا آشکار کردن گناه بودن، در قرآن کریم هم نام به نام آمده است، از فرعون و دیگر، از قارون و از دیگرها و از ابو جهل و از اینها نیست که در احادیث نامشان را گرفته حتی لعنت کرده شده است و درباره عیب‌هایشان هم گفته شده است. وقتی که ما درباره عیب‌جویی صحبت میکنیم، این درباره نفرانی که اهل عزت هستند یا اهل خیر و اهل نیکی هستند، ولیکن برابر یک چند کار خوبشان عیب ها هم دارند و البته که وقتی کار خوب یا حسنات زیاد شد، تمح و سیئات بدی ها رو از بین میبرد. اما مشکلی بعضی از مردم عیبجو در آن است که کل خیر کرده یک نفر رو به خاطر یک بدی اش زیر باد می نهند و می گویند این انسان چنین گناه دارد، شرمندگیش رو ببینید، یا اینکه رو بر روی شما نشسته هم تمام خیرات کل عمر کرده شما رو یکسو میگذارند و با یک دو عیبی که انسان که دیگر انسان است خواه و ناخواه عیب میکند میگویند و یک نفر را به شرمندگی میبرند یا آبروی یک نفر رو میبرند. و اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم تهدید میکنند نفران عیبجو رو، نفرانی که در مؤمنین یا عموما در مردم اهل فضل همیشه عیب میکوبند و هر کجا نشستن از خوبی کسی گفتید آنها بدیش رو میگویند، از نیکی میگوید آنها از بدی حرف میزنند و همیشه شما کوشش میکنید که یک نفر رو عزتش در جایش بماند، لیکن آن نفر باز کوشش میکند که نه همان نفر رو به ذلت ببرد. انا اینها را پیامبر صلی الله علیه و سلم تهدید کرده میگویند اگر به همین کار مشغول هستید بدانید که در درون خانه اتان باشید هم پروردگار شمایان را شرمنده میسازد. و این چنین مسئله دیگر در اینجا در این است که حتی در مجالس، یعنی شاید عادت باشد در بسیار جایها وقتی که مردم با هم نشستن به جای از خیر کسی گفتن از عیب دیگران زیادتر گفته می شود. حتی در صحبت های عائلوی، در صحبت های سر و دسترخوان که خواه مجموعه برادرها باشد خواه مجموعه خواهرها باشد گفتیم، یا اینکه عموما در نشست هایمان زیادتر از خوبی و از بدی گفته می شود و علل خصوص اگر مبادایی که دیگر الکی درد سر مردم شد، در دست همه تلفن یا کامراهای حاضر هست، در هر لحظه می توانند بگیرند و شمار دیگر زیر دوربین قرار گیرند. همون لحظه انا این ویدیوشان را دیدید، آیا این نوارش را دیدید، انا این را ببینید، انا این صحبتش را شنیدید، انا چی میگوید. یعنی شما یک ساعت صحبت دارید که در داخلی مثلا 100 جمله یا زیاده از 100 جمله فقط 2 جمله خطا آمد، همون 2 جمله خطا رو گرفتن بریدن و جای گذاشتند و میگویند انا این خطا دارد. و عموما در زندگی عادی هم که بسیاری ها میگویند من چنان و چنان و چنان کردم به عائله خود به دوستی خود، لیکن یکی آمد و فلان فلان عیبت هست گفت و به من گفت دیگر او را نمیتوانم ببخشم. پس عیب جویی کردن هم عیناً مثل طعنه کردن کل رابطه های چند ساله را نابود می سازد. با تیغ یک زبان با عیب یک نفر را گفتن دیگر انسان خودش را، قلبش را، کی بودنش را آشکار می سازد که من چنان مخلوقی هستم که برابری عیب، یعنی برابر یک عیب یک نفر هزارها نکویی یک نفر را می توانم زیر پا کنم. و یا اینکه من انسانی هستم که یک انسان را اولا
عیبش رو قبول دارم، بعداً اگر خواستم به نیکی های او نگاه میکنم یا اینکه به نیکی های او حتی نگاه هم نمیکنم. انا برای همین هم باید به عیبجویی خیلی خیلی زیاد دقت داده شد، برای اون که چگونه که گفتم صحبت های ما زیاد درباره عیب دیگران می رود، نه نکویی دیگران. عیناً غیبت هم میگویم عیبجویی خودش هم غیبت است. یعنی وقتی عیب یک نفر را در نبودنش میگویم الکه غیبت است و حتی به تهمت هم می رود. لیکن یک نفر رو عیبش رو هم روبرو به او نشسته گفتید، او چی گمان میکند؟ یعنی چگونه که درباره طعنه گفته گذاشتیم، وقتی یک نفر به چهره من نگاه کرد و از عیب من صحبت کرد، اون هم با یک تمسخر کردن یا اینکه با یگان لحنی که عموما در داخل لحنش به من میخواست یک زهر بچوشد، من از او چی خوبی دیگر انتظار هستم. یگانه چیزی که میگویم خیلی مرا بد میدیده است، درباره من خیلی نفرت و کینه دارد که این همه خوبی ها رو یک سو گذاشت و فقط همون دوتا عیب را به من گفت. و البته که با نفران عیبجو اول شده خودی نشستن گناه است. وقتی با نفران عیبجو زیاد می نشینید، انسان خود از خود از آنها تاثیر می گیرد. دوم شده نفران عیبجو هرگز نیکخواه مردم نیستند و اگر آنها به کسی نیکی می خواستند، برای آنکه بعضی ها برابر عیب یک نفر رو گفتن خیلی زیاد فیقان هم میکنند که من اصلاح او رو میخواهم، من میخواهم آن نفر عیبش رو به گردنش گیرد، من میخواهم اصلاح شود ببخشید. ولی اگر کسی رو اصلاح کردنی هستید، حتما عیب او رو در یک جای خلوت در پنهانی همراهش نشسته طرز با محبت یا با سوزش دل به او بیان میکنید که این بین من و تو است، من به کسی از این نمیگویم، این فلان عیبت هست و باید اون رو تغییرش دهی یا خود اصلاحش کنی. و یا حتی از عیب خود گفته هم من چنان عیب داشتم، من هم توانستم، تو هم میتوانی، من به تو میسوزم، نه در نزد مردم، حتی در نزد یک نفر هم. یعنی بعضی گاهی می شود که در دست تلفن عیب کسی رو اصلاح داریم، در نزد ما همسر ما هست، فرزند ما هست، پدر و مادر ما هست. البته آن نفر شنیده ایستاده است و آن نفر هم در اون سوی دنیا میداند که الان این نفر در نزد خویش و تبارش صحبت دارد و دارد آبروی مرا میبرد، که این هم الکی همان عیبجویی می باشد. و با این نمود عیبجویی ها خیلی زیاده هستند که اول شده خود را نابود میکنند، برای آنکه وقتی با طرف مقابل بمب میپرتای خواه و ناخواه، حداقل از صدای بلندی آن هم خودت آسیب میبینی. اول شده آبروی خودشان را میبرند و مردم دیگر اعتماد ندارند، که میگویند یک انسان سلبی هست یا یک پسیمیست است که همیشه چیزهای بد را در مردم میبیند. دیگر شده یک نفر سالها آبرویی که به دست آورده بود کوشش میکنند که اون رو دیگر زیر خاک کنند. و البته اکثریت نفران طعنه‌گو یا گفتیم طعنه‌جو و عیب دیگران را همیشه جستجو داشته تنها هستند. یعنی انسان‌هایی هستند که انسان‌های پست و ضعیف هستند، نه از صحبت با آنها انسان حلاوت میبرد و نه نفر میخواهد با آنها در صحبت باشد و اساساً در یک انزوا قرار دارند و تنهایی قرار دارند. اگر کسی هم با آنها یگان مناسبت یا عاطفه داشته باشد، اول شده از ترس که مبادا اگر با این مناسبت نداشته باشم، او مرا با تیغ زبانش دیگر طعن میزند یا نیزه میزند و بدترین عذاب یا بدترین خود ضرر رو این گونه انسان ها برای خود میگیرند. اما برابر عیبجویی چگونه ما مقابلت نشان دهیم؟ یعنی انسان زمانی که عیب خودش رو بگردن گرفت، الکی این اولین قدم هست برای خود را اصلاح کردن یا خودسازی. و من در خود عیبجویی رو دیدم، میدانم من چی کار باید کنم. اول شده این اصلاح نفس شروع می شود از اینکه عیب دیگران را به کنار گذاشت و با عیب خود مشغول شد. برای همین هم تقریبا در اکثر کتاب ها میگویند که وقتی که انسان با عیب خود مشغول شد، دیگر وقت برای عیب دیگران ندارد. یعنی مادامی که خودت رو محاسبه میکنی یا خودت رو همیشه
فکر میکنی که من چی عیب دارم و چی کمبودی های دارم، علل خصوص کمبودی های زبان من در چی است که اصلاح زبان اصلاح قلب و اصلاح ایمان است. انسان دیگر درباره کسی صحبت نمی کند و خوش به حال بعضی از مادران که وقت درباره دختر همسایه یا دختر کسی صحبت میکنند اول شده میگویند پناه به خدا من هم دختر دارم، من این گونه سخنها رو به زبان نمیگیرم. یا بعضی از نفرانی که وقت درباره عروس صحبت میشود میگویند امان من هم پسر دارم صاحب عروس میشوم، نمیخواهم درباره عروسان چنین عیبجویی کنم. و انسان اول شده اگر خودش رو فکر کرد که حال من چی میشده باشد، فرزندی من چی میشده باشد، همان روز به سر من آمد چی میشوم، دیگر البته که از عیبجویی دست میکشد و کاملا برابر عیبهای خود کار میکند و به اصلاحیت یا به جای میرسد که دیگر تمام مردم هم میخواهند با او هم صحبت باشند یا میخواهند با او باشند. برای همین اساسا نفرانی که در بین مردم محبوبیت دارند و یا بعضی حتی گفتیم اتوریته دارند و مردم زیاد میخواهند با آنها هم صحبت شوند، نفرانی هستند که با تیغ زبان خود به کسی آسیب نمیرسانند و حداقل یا با یک تبسم خود یا با صحبت یا با یک سخن شیرین خود یک نفر رو دلش رو بالا میگیرند یا طبع یک نفر رو خوش میکنند و همه میخواهد با این گونه انسان ها در صحبت باشد، حداقل از نگاهشان هم یا از یک صحبت کوتاه هم حلاوت ببرد. و انسان هایی که همیشه با این مشغول هستند که حداقل به کسی ضرر نرسانم، کسی رو عیبش رو نگویم یا به کسی طعنه نزنم، برعکس این چیزی گویم ول کلمتون طیبتون صدقه صحبت، یک کلمه طیب شما صحبتی که دل یک نفر رو برداشتید یا مهربانی به کسی کردید یا حداقل تمنیات خوبی کردید که الکی این ثواب دارد، این گونه انسان ها رو همه میخواهند در اطراف میز خود یا در روبروی خود در صحبت ببینند. برعکس نفران طعن و لعان، نفرانی که همیشه از زبانشان دهشت و حقارت و طعنه و عیب دیگران و مذمت و چیزهای دیگری میبراید که انسان دیگر نمیتواند برابر اینها، البته انسان هایی که طبع خوب دارد یا اخلاق حمیده دارد برابر اینها نمیتواند گوش کند و نشیند. و اینجا عبدالله ابن مبارک یک اثر یا یک جمله خیلی بهترین را در خود کتاب زهدشان آوردگی هستند که میگویند حضرت عمر خطاب میگوید هرگز یک نفر را با آوازش که شبها خسته نماز میخواند یا با صدایی که در نماز غرغر کنان میبرآورد مردگویان به او تو بها نده. مرد نفری هست که آبروی دیگران را نمیبرد. یعنی هرگز گمان نکن که نفرانی که غلغله میکنن یا در نماز نصفه های شب یا منمنی میکنن در کوچه ها که من این کردم من آن کردم، او یک مرد است، او یک نفری هست که در او شجاعت و قوامت مردی است. نگو، مرد نفری هست که با آرامیش، با داشتن زبانش از آبروی دیگران یا از عیب دیگران همیشه زبان خود را زیر قفس گرفته است که این الکی صفت بهترین خودی مرد خو می باشد. و اینجا روایت دیگری هست درباره ابوذر، میگویند بار ابوذر را دیدند که او و غلامش یعنی خدمتگارش هر دو یک خیلی لباس قیمت بها داشتند. سپس از ابوذر پرسیده می شود که مگر هم شما هم غلامتان یا خدمتگارتان لباس یک خیله می پوشید؟ ابوذر میگویند من بار غلامی داشتم که او را با نام مادرش طعنه کردم که تو فرزند فلانی زنی سیاه پوست هستی گویان طعنه کردم. سپس آن غلام دوید و به پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجع زده گفتند عیرته به امه، تو آیا او را با مادرش طعنه زدی؟ یعنی مادر تو سیاه پوست گویان طعنه زدی؟ این را تکرار کردند. سپس گفتند اینک امرئ فیک جاهلیت، تو از مردهای هستی که در تو خصلت جاهلی هست. در روایت دیگر آمده است
آرزو کردم که من تا همین روز مسلمان نشده باشم و همین سخنها را از زبان پیامبر نشنیده باشم. بعد از این تصمیم گرفتم که هر چیزی که برای خود میخرم برای غلامم یا خادمم هم بخرم، تا اینکه هرگز حق او را ناقص نکنم و این چنین گناهی که کردم آن جبران شود. پس اگر در حق کسی طعنه کردیم یا عیبجویی کردیم یا خواسته و نخواسته، گاهی می شود که انسان دیده و دانسته کاری میکند، اگر یک نفری رو شرمنده کردیم، در این وقت البته که اول شده با عذرخواهی کردن، دوم شده در حق او نیکی کردن ببخشید و او را دیگر حلال کردن که مرا ببخش که من باره تو را طعنه کرده بودم، باره عیبی تو را گفته بودم. با این راه ها می توانیم گناه خود را جبران کنیم. و اینجا به گمانم سوال ها وجود ندارد و تا پایان برنامه اگر سوالی باشد کارگران بفرمایید و اگر سوالی نباشد تا همینجا با شمایان خداحافظی کنیم. اینجا عزیزان به گمانم امروزه موضوعی که بود درباره طعنه و عیبجویی دیگر سوال نآمده است. دیگر شمایان را به پناه پروردگار یگانه می سپاریم و از حاضر دیگر روز جمعه است و دعاها انشاءالله اجابت است. در حق هم دیگر دعا کردن را و در حق خودمان که پروردگار هر یک ما را اصلاح کند، اصلاح قلبی و زبانی کند که کسی را نه طعنه کنیم و کسی را نه عیبش را گوییم و از پی عیب دیگران شویم، بلکه از پی عیب خود و اصلاح خود باشیم. در پناه پروردگار یکتا باشد و همیشه صحت و سلامت با قلب سلیم، با زبان سلیم و البته که ایمان مستحکم برای شما را تمنا میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.